سلام عزیزم. غذا ندارین؟ من بیرون یه چیزی خوردم، از خود یه چیزی درست کن بخور. در بیار جوراباتو، خسته شدم، بوش حالمو داره به هم میزنه. لباساتم بنداز تو ماشین. میدونی مظلوم ترین مرد دنیا کیه؟ مردیه که همه جوره تلاش میکنه برای رضایت زنش، برای رضایت خانومش همه کاری میکنه. بیرون توی گرما تو آفتاب میسوزه، توی سرما یخ میزنه، دستاش سیاه میشه، دستاش ترک میخوره، ولی هیچ وقت ازش قدردانی نمیشه و همیشه تحقیر میشه. مظلوم ترین مرد دنیا مردیه که میاد تو خونه با 1000 امید و آرزو، ولی هیچ وقت هیچ کس منتظرش نیست. در خاطرم تاریخ تنهایی فراموشی نخواهد داشت، میسوزم و این آتش بی‌مرز خاموشی نخواهد داشت.